باورت میشه یه عروسک پلاستیکی ساده الان هم قیمت یه گوشی آیفونه؟ جریان این موجودات دندون خرگوشی چیه؟ این لبوبو هست، یک هیولای مهربون که از افسانه‌های اسکاندیناوی الهام گرفته شده، اما توسط یه هنرمند هنگ‌کنگی خلق شده. اما چرا یهو ترند شد؟ وقتی الیسا از بلک پینک عکسشو گذاشت، تقاضا اونقدر بالا رفت که فروشگاه‌ها خالی شدن و قیمت‌ها تو بازار سیاه چند برابر شد. در واقع این عروسک الان از یک اسباب بازی ساده تبدیل شده به یک مد و فشن، به خصوص در کشورهای آسیایی و بین یوتیوبرها و تیک تاکرهای ایرانی و خارجی. یکی از ما روی کیف یا کلید نشانه بروز بودنه. جالبیش اینه که این عروسک ها رو به صورت بلایند باکس جعبه شانس میخرن، یعنی پول میدی ولی نمیدونی کدوم مدل گیرت میاد. تو حاضری برای یک عروسک 50 میلیون تومان پول بدی؟ اگه آره تو کامنت ها بنویس. برای فکت های ترند روز فکت لیسولو رو سابسکرایب کن.